سلام به همگی. تا حالا به این فکر کردید که یاد گرفتن یه الفبای کاملا جدید چقدر میتونه سخت به نظر بیاد؟ یه عالم شکل و قیافه ناآشنا، ولی اصلا نگران نباشید. امروز میخوایم با هم یه روش خیلی جالب رو امتحان کنیم و قفل این الفبای قشنگ ارمنی رو باز کنیم. یه روش کاملا تصویری. خب، سوال اصلی همینه دیگه، نه؟ چطوری قراره این همه شکل جدید رو به ذهنمون بسپاریم؟ با فلش کارت‌های تموم نشدنی یا تکرارهای خسته کننده؟ نه. راهش این نیست. اصلاً و ابداً. یه راه خیلی بهتر وجود داره. ما اینجا قرار نیست چیزی رو حفظ کنیم. ما قراره ببینیم. بله، درست شنیدید. کلید باز کردن این الفبا توی همین دیدنه. این تکنیک فوق‌العاده اسمش هست یادیار تصویری. ایدهش خیلی ساده است. مغز ما با تصویرها خیلی بهتر کار میکنه. پس ما میایم هر حرف جدید ارمنی را به یه تصویر آشنا برای خودمون ربط میدیم. این کار مثل یه جور میانبر برای مغزمونه که یادگیری رو نه تنها سریعتر که خیلی سرگرم کننده تر هم میکنه. خیلی خوب، آماده اید؟ بزن بریم. اولین گروه از حروف ما مستقیما از دل طبیعت الهام گرفته شدن. بیایید با هم ببینیم چطور میشه حروف الفبا رو تو دنیای اطرافمون پیدا کرد. اولین حرف هو هست. صداش دقیقاً مثل هی خودمونه. خوب بهش نگاه کنید. نمیبینیدش؟ انگار منگار یه پرنده است که باز شده و داره میگه ها. به همین سادگی. میریم سراغ بعدی، ش که صدای ش میده. اون سه تا قوس بالای حرف رو ببینید، دقیقاً مثل سه تا موج کوچولو روی سطح آبن که دارن صدای ش میدن. وای، این یکی بی‌نظیره. ببینید چطور حرف او که صدای او یا و میده کاملا شبیه یه خورشیده که داره از پشت کوها طلوع میکنه. واقعا زیباست. خب، حالا حرف پ رو داریم. صداش یه چیزی بین پ و ف هست. به اون منحنی بالاش دقت کردین؟ انگار خرطوم یه فیله که با بازیگوشی به سمت بالا چرخونده. و آخرین حرف این بخش طبیعت حرف او هست. یه دایره کامل و بی‌نقص که صدای او میده. چی از این ساده‌تر و واضح‌تر؟ درست مثل خود خورشید توی آسمون صاف. خب، از طبیعت بیایم بیرون و بریم سراغ دسته بعدی. این دفعه می‌خوایم حروف الفبا رو توی وسایل کاملا معمولی، این چیزایی که هر روز می‌بینیم و استفاده می‌کنیم، پیدا کنیم. این حرف ج هست که صدای چه غلیظی داره. شکلش رو ببینید، انگار داریم از بالا به یه جاده کوهستانی خیلی پرپیچ و خم نگاه میکنیم. کاملا حس رانندگی تو اون جاده رو به آدم میده. و حالا یه حرف خیلی باحال، ر با صدای ر غلیظ. اون انحنای نرمش رو میبینید؟ مرا که یاد امواج صدای میندازه که از یه رادیوی قدیمی و کلاسیک بیرون میاد. حرف بعدی تی هست با صدای ت محکم. آخه این یکی دیگه چقدر باید واضح باشه؟ خودشه. یه ماهیتابه که روی گاز گذاشتیم و اون خط بالایی هم دستشه. و حرف ف که صدای ف میده. اون دایره کوچولوی وسطش رو نگاه کنید. شما رو یاد حلقه فیلم‌های سینمایی قدیمی نمیندازه؟ یه تصویر خیلی نوستالژیک. و حالا میرسیم به بخش آخر و به نظر من احساسی ترین گروه حروف. حروفی که انگار از رفتارها، احساسات و روابط انسانی ما الهام گرفته شدن. فقط به گرمای این حرف نگاه کنید. م با صدای م. اون دوتا قوس پایینش چقدر زیبا آغوش گرم یه مادر رو تداعی میکنه. یه حس خیلی خوب داره. حالا حرف س رو داریم با صدای س. اون خط نرم و منحنی بالا خیلی شبیه یه قلب برعکسه یا یه موج آروم، یه موج عشق، یه شکل خیلی لطیف و پر از احساس. این هم حرف ر با صدای ر ملایم. اون شیب تند و رو به جلو یه حس حرکت و سرعت فوق‌العاده‌ای به آدم میده. انگار یه دونده داره با تمام سرعت از خط پایان رد میشه. و آخرین حرف این گالری تصویری ما ی هست. صدای او میده. و در واقع همون و در فارسیه. به شکلش نگاه کنید، به زیباترین شکل ممکن مفهوم وصل شدن رو نشون میده. مثل دو تا دستی که به هم گره خوردن. خب، حالا که این کلیدهای تصویری رو داریم، سوال اینه که چطور اینا رو برای همیشه توی ذهنمون هک کنیم؟ بیایید ببینیم چطور میتونیم به شکل مؤثر تمرین کنیم. خیلی ساده است. فقط 3 تا کار کوچیک. اول، تجسم کنید. هر روز فقط 5 تا حرف رو انتخاب کنید و تصویرش رو با تمام جزئیات تو ذهنتون بیارید. بعد بنویسیدشون.
موقع نوشتن اون ارتباط بین شکل، صدا و تصویر رو برقرار کنید و از همه مهمتر با احساس تکرارشون کنید. یعنی وقتی میگید ها، واقعاً با حس بگید ها. اینطوری یه ارتباط عمیق و حسی با حروف برقرار میکنید که دیگه فراموش نمیشه. ببینید این جمله تمام کاریه که ما امروز با هم انجام دادیم. الفبای ارمنی دیگه یه سری کد و شکل‌های بی‌معنی نیست. الان برای شما تبدیل شده به یه گالری پر از تصویرهای آشنا که میتونید بخونیدشون. و حالا یه سوال از شما دارم. از بین همه این تصویرهایی که با هم دیدیم، کدوم یکی از همه زودتر توی ذهن شما نشست؟ اون پرنده خوش صدا، ماهیتابه روی گاز، یا شاید اون آغوش گرم مادر؟ هر کدوم که باشه، این اولین قدم شما برای خوندن یه زبان جدیده. تبریک میگم.